دوستان وقت بخیر. تو این قسمت می‌خوایم سوالای مربوط به آزمون شبه نهایی سال 1404 مربوط به رشته تجربی درس فیزیک 3 رو با هم دیگه حل کنیم. وقت آزمون کلا 120 دقیقه است. سعی می‌کنیم که سوالا رو از هر لحاظ بررسی کنیم، از لحاظ تعداد سوال‌ها، نمره‌دهی‌ها و همچنین سطح آزمون. خب بریم سراغ خوندن اول مثال. درست نادرستی میگه مشخص بکنید. طول مسیر پیموده شده توسط یک متحرک برابر با جابجاییه. بچه‌ها طول مسیر پیموده شده میشه مسافت، جابجایی نمیشه. مساحت سطح نمودارهای شتاب زمان و محور زمان تو هر بازی زمانی میشه برابر با تغییرات سرعت. شما اگه نمودار آ بر حسب تی رو داشته باشی، مساحت زیر این نمودار برابر میشه با دلتا وی یا نه؟ طبق فرمول آ مساوی هستش با دلتا وی بر روی دلتا تی. دلتا وی تغییر سرعت شما میشه آی افریج ضرب در دلتا تی، حاصل ضرب این دوتا میشه دلتا وی شما. پس مساحت سطح شتاب زمان برابر با تغییر سرعت هستش و قطعا صحیحه. بردار سرعت در هر نقطه از مسیر بچه‌ها مماس بر مسیر باید باشه و این قطعا صحیحه. اگه کلمه مماس رو نمی آورد قطعا اشتباه میشد. به این خاصیت اجسام که میل دارند وضعیت حرکت خودشون رو هنگامی که هیچ نیرویی به آنها وارد نمی شود، یعنی همون قانون اول نیوتن، حفظ کنن لختی گفته می شود. صحیحه. نیروی مقاومت شاره‌ها به بزرگی جسم و تندی آنها وابسته خواهد بود. قطعاً اوکیه. پس این هم صحیح خواهد بود. خب قسمت بعدی سوال یک. کلا بچه‌ها به اندازه 1.25 صدام داشت. هر کدوم از قسمت‌ها به اندازه 25 صدام. سوال دوم، سعی کنید شما اول ویدیو رو پاز بزنید، سوال خودتون انجام بدید و بعدش به جوابش نگاه بکنید. شکل زیر نمودار سرعت زمان متحرکی رو در راستای محور ایکس حرکت میکنه نشون میده. متحرک در کدام لحظه تغییر جهت میده؟ بچه‌ها شرط تغییر جهت چیه؟ اینکه باید وی شما صفر باشه. کجا سرعت شما صفر شده؟ در لحظه t2. در بازی زمانی t1 تا t2 از t1 تا t2 حرکت متحرک شما تند شونده است یا کند شونده؟ قطعاً از لحظه t1 تا t2 شیب شما منفیه، پس قطعاً a شما منفیه. v شما چون بالای محور هستش مثبته، پس مختلف العلامت هم، پس میشه کند شونده. یا خیلی از بچه‌ها میگن چون داره به محور تی نزدیک میشه کند شونده. اون حرفشون هم درسته، فرقی نمیکنه اصلا. قسمت جیم، یک بازی زمانی تعیین کنید که متحرک در خلاف جهت محور حرکت میکنه. بچه‌ها وقتی میگه خلاف جهت محور حرکت میکند یعنی باید وی منفی باشد. تو کدوم بازی وی شما منفیه؟ از بازی T2 الی T3. شما نباید توضیح بدین تو آزمون، فقط کافیه جوابشو بگین، ولی من چون دارم تحلیلش رو انجام میدم مجبورم که یک مقدار توضیح هم بدم بهتون. سوال 2 هم به اندازه 1 نامه داشت و سوال خوبی بود. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 3. معادله مکان زمان متحرکی، معادله xt رو به شما داده به صورت x مساوی با 5t منهای 20 است. این متحرک در چه لحظه‌ای از مبدأ عبور میکنه؟ واسه قسمت الف شرط عبور از مبدأ چیه؟ اینکه x شما باید بشه 0. پس شرط شما این هستش که x تون باید 0 بشه، یعنی 0 مساوی است با 5 تا t منهای 20. بفرستیم اون سمت و این جبر ساده رو حل بکنید. 5t شده عدد 20، t پس میشه به اندازه 4 ثانیه. جابجایی متحرک از بازی زمانی 2 تا 8 چنده؟ توی لحظه t مساوی با 2 فقط کافی من به t خودم عدد 2 بدم تا x من حساب بشه. x لحظه 2 میشه 5 تا 2 تا منهای 20، میشه عدد منفی 10 متر. اگه این دفعه من به t خودم 8 بدم چطور؟ x لحظه 8 میشه 5 تا 8 تا منهای 20. 8 5 تا 40 تا 40 منهای 20 باز میشه به اندازه مثبت 20 متر. از شما جابجایی رو خواسته. دلتا x شما از بازی 2 تا 8 میشه x8 ماینس x2 مساوی است با 20 منهای منفی 10 و میشه به اندازه 30 متر. خب این از این. قسمت بعدی مربوط به سوال 4. سوال 3 منظور 1 نامه داشت و سوال خیلی خوب بود. سوال 4 هم باز از فصل اول هستش و احتمال داره که این سوال هم تو آزمون شما بیاد.
خودرویی پشت چراغ قرمز ایستاده. با سبز شدن چراغ خودرو با شتاب 3 تا شروع به حرکت میکنه. در همین لحظه کامیونی با سرعت ثابت 36 متر بر ثانیه ازش سبقت میگیره. مشخص کنید در چه لحظه‌ای کامیون به خودرو خواهد رسید. شما میتونید واسه خودتون شکل بکشید تا دیدتون نسبت به سوال بهتر بشه. تا اگه شکلم نکشین اوکی بشه، این تسلطتون بالا باشه. یک ماشینی هستش، سرعت اولیه v0 چون گفته ساکنه، در حال سکونه ایستاده هستش. زمانی که چراغ سبز میشه با شتاب 3 متر بر مربع ثانیه شروع به حرکت میکنه. همون لحظه یک کامیونی بوده و با سرعت ثابت 36 متر بر ثانیه از مقابلش حرکت میکنه و سبقت میگیره ازش. خب قطعا چون که حرکت مربوط به ماشین شما شتاب دار هست، پس x مربوط به ماشین میشه 1/2 آت 2 به اضافه v0t به اضافه x0. که شما اگه بیان جایگذاری کنید v0t که کلا نابود میشه چون که v شما صفره. فقط کافی من به جای شتاب می‌خوردم عدد 3 رو بندازم. x پس میشه 1/2 ضرب در 3t2 به اضافه x0. پس کلا میشه 3/2 t2 به اضافه مکان اولیه x0. واسه کامیون چون حرکتش یک نواخته و شتابدار نیست، xش میشه vt به اضافه x0. پس x مساوی است با 36 تا t به اضافه x0. فقط کافیه من بیام این دوتا معادله رو با هم دیگه مساوی قرار بدم. شرط شما همینه دیگه. پس x کامیون باید با x ماشین با هم یکی باشه. 3/2 t2 به اضافه x0 مساوی هستش با 36 تا t به اضافه x0. فقط کافی من بیام محاسباتش رو انجام بدم. x0 را با هم دیگه نابود میشن. 3 و 36 هم ساده بشه میشه 12. پس 12 هم ضرب در 2 کنم میشه 24. پس t2 شده 24 تا t. بفرستین اون سم و این ریاضی ساده رو حل کنید. میتونید فاکتور هم بگید از خود t که یکی از جوابها میشه 0 ثانیه، یکی دیگه t میشه به اندازه 24 ثانیه که همون 24 تا واسه ما قابل قبول خواهد بود. 0 ثانیه همون لحظه‌ای که در ابتدا همدیگر میبینن که اصلا واسه ما ملاک نیست. سوال 4 به اندازه 1.25 نمره داشت و سوال خوبی بود. بریم سوال بعدی. سوال 5 مربوط است به فصل 2. میگه که مطابق شکل زیر جسمی به جرم 4 کیلو به فنری با ثابت 100 تا در راستای افقی میکشیم. جسم از حال سکون با شتاب ثابت 1.5 تا شروع به حرکت میکنه. اگه ضریب اصطکاک جنبشی، یعنی اومده به شما موی کار رو داده، اگه ضریب انبساط جنبشی موی کا باشه به اندازه 2 دهم، میزان تغییر طول فنر به معنای دلتا ایکس چند متر است. خب فقط کافی شما واسه مثال‌های مربوط به فصل دوم همیشه سعی کنین که نیروهای خودتون رو رسم کنید. به سمت راست نیروی اف فنر واسه من موجوده. از این سمت نیروی استکاک جنبشی FK موجوده. از طرف زمین نیروی MG و از طرف سطح هم که نیروی عمودی سطح یا FN موجوده. فقط کافی شما بیاین قانون دوم نیوتن رو واسش بنویسید. همون چی؟ همون Fnet مساوی است با MA. Fnet شما نیروهایی که در جهت حرکت هستن مثبتن. F مثبت، FK منفی. پس F منهای FK مساوی است با MA. این F همون F فنر هستش. از شما چی رو میخواد؟ دلتا ایکس رو ازت میخواد. بعد فقط کافی من بیام بازش بکنم. F فنر همون کا دلتا ایکس ماینس موی کا ضرب در FN مساوی است با MA. کای شما چند بود؟ 100. دلتا ایکس رو از من میخواد منهای موی کا رو به شما گفته 2 دهم. FN منم که همون MG، FN شما هم که همون MG و میشه 4 ضرب در 10 میشه 40 مساوی است با MA. 4 تا شتاب شما که هست به اندازه 1.5 تا. با هم دیگه فقط کافی ساده بشه. 100 تا دلتا ایکس منهای 8 شده 4 تا 1.5 تا. 4 تا 15 میشه 60 تا میشه 6. بفرستینش اون سمت. 100 تا دلتا ایکس شده 8 به اضافه 6 میشه عدد 14. دلتا ایکس میشه 14 سانتی متر یا 14 صدم متر. این پس شد جواب شما و 1.25 هم این سوال داشت. سوال خیلی خوبی بود. سوال 6 بازم سوالا مربوط به فصل 2 هستن. شخصی به جرم 60 کیلو داخل آسانسوری روی ترازو ایستاده.
اگه آسانسور با شتاب 2 متر بر مربع ثانیه از حال سکون به سمت بالا شروع به حرکت کنه، حرکتش چیه؟ تند شونده است. ترازو چه عددی را نشان میدهد؟ پس یک دونه شما آسانسور، اتاقی که آسانسور داشتین، یک شخصی اومده روی ترازو ایستاده. از طرف زمین خب قطعاً به این شخص مثل همیشه نیروی mg و از طرف کف آسانسور هم بهش نیروی fn وارد میشه. نکته که اکثر بچه‌ها اینجا بلد نیستن که نمیدونن اصلا چی رو باید حساب کنن. ترازو چه عددی رو نشان میدهد؟ مگه ترازو mg رو نشون نمیده؟ نه بچه‌ها، ترازو همیشه عکس العمل fn را نشان میدهد. عکس العمل fn یا همون fn پریم رو نشون میده که اینجا مساوی است با fn. پس شما زمانی که بیاین fn خودتون رو حساب کنید انگار عدد ترازو حساب شده. باز هم مجدد گفته حرکتش به سمت بالا هستش، جهت حرکت به این سمت. همیشه قانون دوم نیوتن fn مساوی است با ma. کدوم نیرو در جهت حرکت خواهد بود؟ fn در جهت حرکته. پس fn منهای mg مساوی است با ma. fn شما به سمت بالاست، منهای mg شما چند میشه؟ 60 کیلو بود، 60 ضرب در 10 میشه 600 مساوی است با ma. 60 تا شتاب من هست به اندازه 2. پس fn منهای 600 مساوی است با 120 تا. fn پس میشه 600 به اضافه 120 میشه 720 نیوتن. 75 هم داشت. سوال خوبی بود. شما حتی اگه شکل هم نکشین اوکی، ولی من تو آزمون همیشه سعی می‌کردم که شکل رو بکشم که روند کار واسه من بهتر شکل بگیره و تسلط من بالاتر بشه، بهتر سوالا متوجه بشم، احتمال اشتباه کمتر بشه. اشتباهی هم نمیدن از شما اگه شکل بکشید، خط نمیزنن اصلا. سوال 7. در چه ارتفاعی از سطح زمین وزن یک جسم به 1/4 مقدار خود در سطح زمین میرسد؟ خب وزن شما شده 1/4. این مربوط به انتهای فصل 2 هستش. شما اگه این کره زمین داشته باشین، حالت اول این شخص روی سطح زمینه، فاصلش نسبت به مرکز زمین همون RE خواهد بود. حالت بعدی شخص رفته توی یک ارتفاع خاصی، توی حالت 2 که فاصلش نسبت به سطح زمین اچه، اینجا همچنان RE خواهد بود. گفته که وزن شما شده 1/4، یعنی W2 به W1 شده به اندازه 1/4. رابطه بین وزن و فاصله ها رابطه معکوسیه، طبق رابطه W مساوی است با GM M به فاصله به توان 2 یا GM1 M2 تقسیم بر فاصله به توان 2. اگه دقت کنید رابطه بین W و فاصله ها از نوع توان دومش رابطه عکسی خواهد بود، یعنی W2 به W1 میشه فاصله حالت دوم که فاصله حالت دوم چقدر هستش؟ RE به اضافه H به فاصله حالت اول که خود RE و کلش به توان 2. پس این حاصل شده 1/4. پس اگه شما زیر رادیکال بندازی و ازش جذر بگیری 1/4 میشه 1/2، توان 2 هم نابود میشه RE تقسیم بر RE به اضافه H. طرف وزنه ساده انجام بدیم، 2 تا دونه RE مساوی است با RE به اضافه H. فقط کافی با هم دیگه ساده بشن. خیلی از بچه‌ها زمانی که میخوان ساده کنن میگن خب RE و RE با هم دیگه ساده میشه پس H میشه عدد 2. این اشتباهه کلاً. شما زمانی که این RE رو بفرستین این سمت یک دونه RE باقی میمونه، ضرب که نیستش که ساده کردیم که. پس H شما میشه RE. خب در چه ارتفاعی از سطح زمین؟ در ارتفاع RE از سطح زمین. پس باید به اندازه شعاع زمین از سطح زمین بالا برویم. شاید خیلی تستی بتونن حلش کنن، ولی خب تشریح مقدار متفاوت‌تر خواهد بود. سعی کنید بازم میگم ویدیو رو حتما پاز بزنید و نگاه کنید و بعدش به سراغ قسمت‌های بعدی. سوال 8. خب من واسه سوال 8 مجبورم که سوال قبلی رو پاک کنم. شما حالا میتونید چند بار ببینید و روند حلش رو متوجه بشید. سوال 8 میگه که گلوله‌ای به جرم 0.5 کیلوگرم با تندی 15 متر بر ثانیه به سمت دیوار برخورد میکنه و به طور افقی با تندی 5 متر بر ثانیه در جهت مخالف آن برمیگردد.
اگه مدت زمان تماس توپ با دیوار باشه به اندازه 14، اندازه تغییر تکانه چقدره؟ شما فرض کنید که اینجا یک دیوار باشه، یک توپی با سرعت 15 متر بر ثانیه در حال رفتن به سمت دیوار هستش و برخورد مونده به دیوار و با سرعت 5 متر بر ثانیه در خلاف جهت اول برمیگرده. خب اگه من قسمت مثبت رو، یعنی این قسمت سمت راست رو در جهت محور ایکس هستش من مثبت بگیرم، پس این میشه عدد منفی. حالا فرقی هم نمیکنه، شما اگه شکل یه جور دیگه بکشی ممکنه 15 منفی بشه و 5 مثبت بشه، فرقی نمیکنه، اصلا مهم نیستش، چون از شما اندازه‌شو میخواد. پس دلتا وی شما، تغییر سرعت شما چقدر میشه؟ میشه وی دو منهای وی یک، دومی منهای اولی، منفی 5 منهای عدد 15. پس میشه به اندازه منفی 20 متر بر ثانیه. حتی که مثبت 20 هم حساب کنی اوکیه، چون بازم میگم از شما اندازه‌شو میخواد، مقدارش بیشتر مهمه. اندازه تغییر تکانه، تغییر تکانه دلتا پی میشه ام ضرب در دلتا وی. جرم شما از به اندازه 5/10 که من باشم 1/2 کیلوگرم می نویسم ضرب در منفی 20. با هم دیگه ساده بشه میشه 20/2 میشه عدد منفی 10. واحد تکانه چی هستش؟ کیلوگرم متر بر ثانیه. قسمت ب از شما اندازه نیروی متوسط رو میخواد. اندازه نیروی متوسط همون افنت شماست. خب افنت ما چی میگفتیم؟ رابطه قانون دوم نیوتن و تکانه اینجوری بود، افنت میشه دلتا پی بر روی دلتا تی. پس خود افنت شما مساوی است با منفی 10 تا، اما اندازه 10 تا فرق نمیکنه، اندازه منفی 10 تا به مدت زمان 14. ساده بشه با هم دیگه میشه عدد 104. مثبت منفیش مثلا مهم نیستش. 104 میشه 25. واحدش هم که نیرو هستش و نیوتن. اندازه نیروی متوسط باز ما شده از شما خواسته. این سوال به اندازه 1 نمره داشت و سوال خوبی بود، سوال سختی نبود، بیشتر اصل مطلب توی همون دلتا وی حساب کردن که خیلی از بچه‌ها اصلا اول میگن 15 منهای 5 میشه به اندازه 10 تا، نه، در صورتی که اختلافش به اندازه منفی 20 متر بر ثانیه است. سوال 9 اومدیم سراغ صحیح غلط ها و جای خالی ها. در هر یک از عبارت‌های زیر گزینه مناسب رو میگه از سوال پرداز انتخاب کنید. شدتی که گوش انسان آن را درک می‌کند چیه؟ بچه‌ها شدت و بلندی، احتمال بلندیش هم زیاده تو آزمون شما. ارتفاع شما که همون بسامد میشود F، پس ارتفاع من F خواهد بود، همون بسامده، ارتفاع صوتی که گوش انسان درک میکنه. شدت صوت شما همون آی هستش، همون بلندی هستش، پس ارتفاع F خواهد بود، بلندی آی خواهد بود. شدت صوتی که گوش انسان درک میکنه بلندی. پژواک صداها مثالی از کاربردهای جای خالی امواج در زندگی. زمانی که پژواک میکنه صوت شما بازتاب پیدا میکنه، میره به سمت یک مانی و مجدد برگشت پیدا میکنه، بازتابیده میشود. امواج جای خالی انرژی رو به صورت انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل منتقل میکنند. ما میگفتیم E مساوی است با U به اضافه K، پس انرژی مکانیکی میشود جنبشی به اضافه پتانسیل. وقتی یک نوسانگر از مرکز نوسان دور میشود اندازه جای خالی آن کاهش مییابد. شما زمانی که مسیر نوسان باشه صفر، مثبت آ و منفی آ، شما زمانی که از روی نقطه صفر خودتون وقتی که از مرکز نوسان دور میشویم از اینجا به سمت انتها حرکت کنید، به دو انتهای مسیر نزدیک میشی، جایی که سرعت شما صفر است. پس چه چیزی در حال کاهشه؟ سرعت در حال کم شدنه. حالت بعدی، اگر ناظر به سمت چشمه صوت ساکن حرکت کنه، شما زمانی که یه آمبولانسی باشه اینم ناظر باشه، این آمبولانسه میاد در اطراف خودش جبهه‌های موج میسازه در دو سمت خودش. وقتی که شما بیای به سمت آمبولانس حرکت کنی در مقایسه با حالتی که ساکن باشیم با جبهه‌های موج بیشتری مواجه میشویم. این سوالم 1.25 زدم داشت، سوال خیلی خوبی بود. بریم سراغ سوال 10. معادله حرکت هماهنگ ساده یک نوسانگر در SI به شکل x مساوی با 2 صدم کوسینوس 10 بیتیه. در چه زمانی بعد از لحظه صفر واسه دومین بار انرژی جنبشی ماکسیموم میشه؟
بازم میگم سعی کنید ویدیو رو حتما پاز بزنید، خودتون حل بکنید و بعدش برید سراغ دیدن ادامه ویدیو و دیدن پاسخنامش. خب میگه که معادله حرکت هماهنگ ساده اینه: در چه زمانی بعد از لحظه صفر واسه دومین بار انرژی جنبشی ماکسیموم میشه؟ شما زمانی که به مسیر حرکت رو واسه خود بکشی، انرژی جنبشی کجا ماکسیمومه؟ جایی که سرعت من ماکس باشه، یعنی در مرکز نوسان. شما اول اینجا هستی، در دو انتهای مسیر. از این نقطه حرکت میکنم میام به سمت مرکز نوسان. پس اولین باری که انرژی جنبشی من ماکسیموم میشه تو این لحظه است. مجدد میره به سمت انتها و برگشت میزنه و مجدد برمیگرده. دومین بار پس بازم میشه اینجا. پس اولین بار جایی که کای من ماکسیموم میشه لحظه T4 هست بچه ها، 1/4 تناوب. و دومین باری که جنبشی من ماکسیموم میشه لحظه اینجا T4، اینجا T4، اینجا هم T4، میشه لحظه 3T4 خواهد بود. پس در چه زمانی بعد از لحظه صفر دومین بار انرژی جنبشی ماکسیموم میشه؟ تو لحظه 3T4. فقط کافی من بیام تی رو حساب کنم. 10P تو نقش اومگای شماست. اومگا میشد 2P تیوم که همون 10P. با هم دیگه اگه ساده کنم 2 تیوم شده 10، پس تی میشه به اندازه 0.2 ثانیه یا 1/5. 3T4 چی میشه؟ میشه 3/4 ضرب در 0.2 که بیام زمان خودم رو حساب کنم، میشه 3/20. بله دیگه با این ساده بشه میشه 2. بله میشه 3/20. حالا میتونی به شکل اشاری هم بنویسی، فرقی نمیکنه. میشه 15 صدم ثانیه. حتی اگه کسری هم باشه مشکلی پیش نمیاد. این نوسانگر در مدت زمانی یک دوره تناوب چه مسافتی رو طی میکنه؟ واسه قسمت ب مجدد مسیر واسه خودم میکشم که دید من بهتر بشه. شما زمانی که میای یک تناوب رو طی میکنی، یعنی میره به سمت انتهای مسیر و مجدد برمیگردی، میگه چقدر مسافت طی میکنی. از نقطه مثبت آ میره به سمت صفر و مجدد میره به سمت منفی آ. پس از اینجا در اینجا یک آ طی شده، باز یک ای دیگه طی شده، باز یک ای دیگه طی شده و مجدد یک ای دیگه طی شده. پس کلا به اندازه 4 تا ای طی شده. میتونید واسه خود توضیح هم بنویسید روی آزمون: در مدت یک تناوب به اندازه L مساوی است با 4A مسافت طی می شود. 4 تا A. A من چنده؟ 2 دیگه. پس L میشه 4 ضرب در 2. 2 4 تا 8 میشه 800 متر یا 8 سانتی متر که از شما مسافت رو میخواد همون 800 متر بنویسی. اوکی. خب سوال بعدی من پایین تر بیارمش فقط. اوکی. خب سوال 11. سوال قبلی به اندازه 1.25 متر داشت. سوال خوبی بود. سوال 11 باید قیافش بهتر بشه. اوکی. خب مطابق شکل زیر پرتوی نور از محیط 1 وارد محیط 2 شده. پس از محیط 1 رفته وارد محیط 2 شده طبق این مسیر. تندی نور داخل کدوم محیط بیشتر خواهد بود؟ و اگه ضریب شکست محیط اول 4/3 باشه، ضریب شکست محیط دوم چند؟ خب فکر کنم ضریب شکست محیط دوم 1 بشه، نمیدونم، شاید 1 بشه، شاید نشه. اول اینکه بچه‌ها زاویه‌ای که مد نظر ما داخل فرمول همیشه زاویه‌ای هستش که پرتوها نسبت به خط عمود بر محیط میسازن. پس همیشه زاویه شما نسبت به خط عمود بر محیطه. پس اینجا وقتی 37 پس این میشه 53 درجه. واسه حالت اول که شما میخوای به تندی ها رو مقایسه کنی، بهترین چیزی که میتونی مقایسه کنی مقایسه تندی ها بر حسب زاویه هاست. زاویه تتای 2 اینجا محیط 2 دیگه، تتای دوم بیشتر از تتای اول 53 بیشتر از 37 دیگه. پس سینوس تتای 2 هم بیشتر از سینوس تتای اوله. رابطه بین سرعت و زاویه ها و سینوس زاویه ها رابطه مستقیمیه. پس V2 بیشتر از V1. تمام. کدام محیط بیشتر از محیط 2؟ قسمت ب میگه اگه ضریب شکست محیط اول 4/3 باشه، ضریب شکست محیط دوم چنده؟ واسه قسمت ب بهترین چیز همون
روابط بین سینوس هستش و ضریب شکست n که میتونه بگین n1 سینوس تتای 1 مساوی است با n2 سینوس تتای 2. رابطه بین n و سینوس یک رابطه عکسی هست. n محیط اول خودش گفته 4/3. سینوس محیط اول 37 درجه است که سینوسش میشه 6 مساوی است با n محیط دوم نمیدونم چنده بخوام حساب کنم. سینوس محیط دوم سینوس 53 درجه است که از 8. فقط بازم کافیه با هم دیگه ساده بشن. خب 3 و 6 ساده بشه میشه 2 4 تا میشه 8 تا. پس 8 شده n2 ضرب در 8 با هم دیگه ساده بشه n2 میشه عدد 1. همونجوری که گفته بودیم n شما در نهایت به 1 تبدیل شد. انگار اون محیط دوی من هوا هستش بچه‌ها. ضریب شکست واسه محیط هوا همیشه 1 خواهد بود. خب این سوالم 1.25 نمره داشت و سوال خوبی بود. سوال بعدی مربوط به آزمایشه، سوال 12 که حتما تو آزمون شما آزمایش خواهد آمد. بین 1 نمره الی 75 صدام همیشه آزمایش خواهد بود. لطفا آزمایش رو حتما سعی کنید بخونید. خب آزمایش یا شرح دهید که بتوان به کمک آونگ ساده شتاب گرانش زمین رو در یک مکان اندازه‌گیری کرد. پس من میخوام یک آزمایش رو اندازه‌گیری کنم، یک آزمایش رو طراحی کنم که بتونم با استفاده از اون شتاب گرانش زمین یعنی جی رو اندازه‌گیری کنم. طبق چه چیزی؟ با استفاده از آونگ. وقتی میگه با استفاده از آونگ، پس شما به یاد فرمول تی مساوی است با 2p رادیکال ال جی اوم بیافتید. خب چی میگیم؟ میگیم که ابتدا به کمک یک آونگ و یک زمان سنج حساس مدت زمان یک تناوب آونگ را اندازه میگیریم یا اندازه گیری میکنیم. پس شما اومدیم با استفاده از زمان سنج یک دوره تناوب آونگ رو اندازه گیری کردیم. پس تی به دست اومده. 2p هم که عدده. شما هم که میخواید جی رو حساب کنید، پس بیا سراغ ال رو چیکار کنم؟ با استفاده از خطکش یا متر میام طول نخ آونگ رو اندازه میگیرم. با استفاده از خطکش طول نخ آونگ را اندازه گیری میکنیم. خب و در فرمول زیر قرار میدم. بچه‌ها شما باید فرمولتون به گونه‌ای باشه که جی از داخل این فرمول آزاد بشه. پس هدف من آزادسازی خود جی خواهد بود. تی مساوی است با 2p رادیکال ال جی اوم. واسه اینکه شما جی رو از زیر رادیکال آزاد کنید همه عوامل رو توان 2 برسونید. توان 2 میشه تی2 مساوی است با 4p2 ضرب در ال جی اوم. جای T2 و G رو عوض کن تا G آزاد بشه. G مساوی است با 4P2L بر روی T2. خود پاسخنامه میاد مستقیم همینو میده ولی نمیگه از کجا اومده. یعنی بچه‌ها حتی اگه مستقیم همین جواب آخر بنویسن اوکیه ولی متنش هم مهمه. ولی من واسهتون روند حلش رو نوشتم که از کجا اومده اون فرموله. خب بازم میگم مجدد سعی کنید که پاس بزنید، نگاه کنید و بعد بریم سراغ قسمت بعدی. این سوال آزمایش هم 1 نمره داشت. سوال بعدی سوال 13 مربوط به تراز شدت صوت و لوگ و این چیز هست. با دور شدن از یک منبع صوتی تراز شدت صوت از 64 تا به 24 تا میرسد. تعیین کنید فاصله تا منبع صوت چند برابر میشد. فاصله شما چند برابر میشه؟ حالت اول بتایی که مربوط به اندازه 64 تا، در حالت بعدی بتای شما تبدیل شدش به 24 تا. میگه فاصله شما چند برابر شده؟ یعنی فاصله دوم به فاصله اول شده چند برابر؟ طبق رابطه بین بتا و فاصله ها من میتونم بگم دلتا بتا، که اگه دلتا بتای خودمو زرنگ باشیم بچه‌ها شما از همون اول سعی کنید فرمولی بنویسین که داخلش R2 به R1 باشه. پس من می‌نویسم بتا 1 منهای بتا 2 چون رابطه بین بتا و آی رابطه عکسیه. بتا 1 منهای بتا 2 میشه 10 تا
لوگ فاصله دوم به فاصله اول به توان 2. بتا 1 منهای بتا 2 10 تا لوگ R2 به R1 به توان 2. بتای حالت اول شما چند تا بود؟ 64 تا منهای 24 تا میشه 10 تا لوگ R2 به R1 به توان 2. 64 منهای 24 میشه عدد 40. 10 تا لوگ R2 به R1 به توان 2. با هم دیگه فقط کافی شما ساده کنید. ساده بشه. مبنای لوگ وقتی خالی بود 10 بود دیگه. پس R2 به R1 به توان 2 R2 به R1 به توان 2 شده 10 به توان 4. 10 به توان حاصل. اگه شما یه زیر رادیکال بندازین R2 به R1 میشه 10 به توان مثبت 2 یا همون 100 برابر. پس فاصله با 100 برابر بشه. این سوال هم به اندازه یک نمره داشت. امیدوارم که تونسته باشین خودتون هم حلش کرده باشین. سوال ساده‌ای بود. سوال 13 بود. سوال 14 کجاست؟ سوال 14 اینجاست. اول 14 رو حل میکنم بعد میام سوال 15. اوکی، فرقی نمیکنه البته. به هر یک از سوالای زیر میگه پاسخ کوتاه بدید. یک تب مطابق شکل در یک طناب در حال انتشار. یک تب از قسمت نازکش به قسمت ضخیمش در حال انتشار هستش و از بخش نازک به قسمت ضخیم وارد می شود. طول موج و بسامد تب‌ها رو میگه با هم دیگه مقایسه کنید. خب شما زمانی که از قسمت نازک به قسمت ضخیم حرکت می‌کنی قطعاً سرعت شما کاهش پیدا می‌کنه. پس از قسمت نازک به ضخیم وی در حال کاهشه. وی در حال کاهش. وقتی سرعت در حال کاهش باشه لامدا هم در حال کاهش. رابطه‌شون مستقیمه. پس طول موج شما کم میشه. بسامد چطور؟ بچه‌ها بسامد به چشمه وابسته است. پس قطعا ثابت. F به چشمه یعنی به همون دست شما وابسته است. دستی که اومدین و نوسان ساخته واسش. F به چشمه وابسته است. پس ثابت است. به همین سادگی. قسمت ب برای افزایش تندی انتشار موج‌های ارضی داخل ریسمان یک دونه راهکار میگه بنویسید. خب اول باید ببینید که چه چیزی رو میخواید تغییر بدید. تندی انتشار موج‌های ارضی. وی ارضی چی میشد بچه‌ها؟ فرمولش میشد F تقسیم بر مو که شما اگه مو که همون چکالی خطی بودش رو باز میکردیم وی میشد رادیکال FL اموم. شما چی کار میتونید بکنید که وی شما تغییر بکند یا زیاد بشه؟ واسه اینکه وی من زیاد بشه میتونم اف خودم رو زیاد کنم، نیروی من زیاد بشه یا طول اون طناب شما یا نوسانساز شما زیاد بشه یا جرمش کاهش پیدا کنه. 3 تا عامل میتونید بگید فرقی نمیکنه. پس میگم با افزایش نیروی F میتوان وی را افزایش داد. یا بعضی بچه ها میگن با افزایش طول L میتوان وی را افزایش داد. یا بعضی از بچه ها میگن با کاهش جرم طناب یعنی M میتوان وی را افزایش داد. هر کدوم بگین درسته و اوکی. 3 تا من گفتم که ازش یک دونه بیشتر نمیخواست. قسمت جیم یک مورد از مشخصه های موج الکترومغناطیسی رو میگه بگید. یک مورد از مشخصه های موج های الکترومغناطیسی. یکی از مشخصه میگه بچه ها ارزی هستند. دستم بد شده مقدار. ارزی هستند. یک ویژگی دیگه این که مثلا برای انتشار نیاز به محیط مادی ندارن یا حتی اگه بنویسی در خلا هم منتشر میشوند هم درسته، فرقی نمیکنه. این 2 مورد من گفتم بهتون. کلا سوالش 1 نمره داشت. خوب بود، خیلی عالی بود. سوال 15 بالا بود رد کرده بودم. خب سوال 15 یک چشمه نور با توان 50 وات فوتون‌هایی با طول موج 600 نانومتر رو گسیل میکنه. چه تعداد فوتون در هر ثانیه ازش گسیل خواهد شد؟ خب پس اول اینکه این مربوط به فصل 4 هستش.
وقتی اطلاعات مسئله رو میخونی و این اطلاعات مسئله رو میبینی به یاد فرمول‌های توان میفتی و فرمول‌های مربوط به فوتون ها. اول اینکه انرژی مربوط به n تا دونه فوتون گسیل n فوتون میشه NHF یا میشه NHC لاندام. چون اومده به شما HC رو داده پس بهترین فرمولش همینه. انرژی شما طبق فرمول توان، انرژی میشه توان ضرب در زمان. پس شما میتونید بیاین این دوتا رو با هم مساوی قرار بدید. یعنی چی؟ یعنی PT میشه NHC لاندام. توان شما چقدره؟ به اندازه 50 تا. مدت زمان گفته چی؟ چه تعداد فوتون در هر ثانیه، یعنی 1 ثانیه. Nش رو از من میخواد دیگه، چه تعداد فوتون. HC رو مستقیم به شما داده 2 ضرب در 10 به توان منفی 25. ببینم بله منفی 25 تقسیم بر لاندای شما چنده؟ هست به اندازه 600 نانومتر. بد شد. 600 نانو چنده؟ 10 به توان منفی 9. فقط کافی تعریف واسطه کنید تا n به دست بیاد. هدف من یافتن n دیگه. ضرب کنه میشه 50 ضرب در 600 ضرب در 10 به توان منفی 9 تقسیم بر 2 ضرب در 10 به توان منفی 25. با هم دیگه ساده بشه میشه 300 3 5 تا 15 تا بله میشه 15 1 2 3 تا ضرب در 10 به توان منفی 9. اینجا هم 10 به توان منفی 25 تا 3 تا صفرش با این نابود میشه 10 به توان منفی 6 بالا باقی میمونه. پس میشه 15 ضرب در 10 به توان مثبت 19 تا دونه فوتون گسیل میشه. فقط محاسبات 75 زدم داشت. سوال خوبی بود، قشنگ بود سوالش. سوال 15 هم گفتیم. سوال 16 مونده، 17 و 18 و 19 خوبه. سوال 16 بازم باید از بین گزینه‌ها من انتخاب کنم. همه اجسام در هر دم. بچه‌ها اول اینکه داخل این گونه سوال‌ها اگه یکی از موردها رو بلد نیستین حتما سعی کنین رد شید و سراغ قسمت‌های بعدی مجدد بیاین. همه اجسام در هر دمایی که باشن از خود امواج الکترومغناطیسی گسیل میکنن که بهش میگیم تابش گرمایی. پس این میشه قسمت الف. پس این گفته شدش. اگه کاستی جرم رو در مربع تندی ضرب کنیم چه چیزی به دست میاد؟ این طبق فرمول E مساوی با MC2. اگه کاستی جرم رو در مربع تندی ضرب کنیم انرژی بستگی هسته به دست میاد. پس انرژی بستگی هسته توی این قسمت میشه جواب قسمت دوم ب. قسمت جیم. گازهای کم فشار و رقیق برانگیخته طیفی رو گسیل میکنند که بهش میگیم طیف خطی دیگه. پس چیزی نمونده که طیف خطی. پس این قسمت جیمه. کمترین انرژی لازم واسه خارج کردن الکترون از حالت پایه بهش میگفتیم انرژی یونش. قسمت دال. واسه ایزوتوپ‌های سنگین که ضدشون بیشتر از 83 هستش اگه هسته بخواهد پایدار بشه باید تعداد نوترون هاشون زیادتر بشه. این مربوط به ایزوتوپ هست. سوالش 1 و 25 زدم داشت. هر کدوم از قسمتاش به اندازه 25 صدم نمره داشتن. خب بریم سراغ قسمت بعدی. سوال 17 نیم اوم رو تعریف کنید. خب بچه تعریف نیم اوم شاید تو آزمون شما یک تعریف کنید شاید تو آزمون شما بیاد. حالا نیم اوم هستش یا تعریف مثلا تندی متوسط هستش یا تعریف سرعت متوسط هستش نمیدونم، ولی شاید یک تعریف کنید بیاد. احتمالش کم هست ولی احتمالش 0% نیستش، احتمالش کمه، بازم ممکنه بیاد. نیم اوم رو باید چی بگم واسه تعریف خوش؟ قسمت الف. تعریف نیم اوم بچه‌ها این میشه مدت زمانی که طول میکشد تا تعداد هسته‌های اولیه به نصف مقدار خود، یا بذارید اینجوری بگم شاید بهتر باشه، مدت زمانی طول میکشد تا تعداد هسته‌های باقی مانده به نصف مقدار اولیه خود برسد. این مدت زمانی طول میکشه تا هسته شما تعدادشون بشه نصف. اینه. در آزمایش فوتوالکتریک ها واسه یک فلز معین افزایش شدت در بسامدهای بیشتر از بسامد آستانه. پس اثر فوتوالکتریک داره رخ میده
وقتی میگه بصمت بیشتر از بصمت آستانه است. چه تغییری در نتیجه آزمایش رخ میدهد؟ شما زمانی که بیاید شدت آی خودتون زیاد کنید، با افزایش آی تعداد فوتون‌های گسیل شده تعدادشون بچه افزایش می‌یابد، ولی انرژی جنبشی تغییر نمی‌کنه یا ثابت است. خب این سوال هم یک نمره داشت. سوال 18: طول موج دومین خط طیفی اتم هیدروژن در رشته لیمان که امپریوم شکستش چند نانومتره؟ این موج در کدام ناحیه از طیف امواج الکترومغناطیسی قرار میگیره؟ لیمان بچه‌ها هم اول کلگی کار رو بکنیم. لیمان مربوط به ناحیه فرابنفشه. خب وقتی از شما دومین خط مربوط به لیمان رو میخواد، دومین مربوط به لیمان یعنی از لایه n' مساوی با 1 2 لایه بی بالاتر میشه NH3. اول همیشه سعی کنید فرمولش رو بنویسید. 1 لامدا میشه R ضرب در 1 تقسیم بر n' 2 منهای 1 تقسیم بر n به توان 2. 1 لامدا اوم R شما 1/100 ضرب در 1 تقسیم بر n' من 1 به توان 2 1 منهای 1 تقسیم بر 3 تا 9 تا. فقط کافی من بیام مخرج مشترک بگیرم و ضرب کنم. 1 لامدا اوم میشه 1/100 ضرب در 1 یکم منهای 1 نهم میشه 8 نهم. مخرج مشترک بگیرید، ضرب کنید. 1 لامدا اوم میشه 8 900 لامدا میشه 908 نانومتر. این هم سوال 18. 1.25 داشت که سوال خیلی خوبی بود. کلا سوال سختی نداشت که بخواد ما رو به چالش بکشه. اوکی بودش همه سوال‌هاش، خدا رو شکر. جاهای خالی و داخل فرآیندهای واپاشی ستون آ تنها به یکی از موردهای ستون B میگه مرتبط بکنید و یکی از موردها اضافی. خب آلومینیوم 2713 تبدیل شده به سیلیسیوم 2714، پس بالا قطعا باید 0 باشه. 14 باید یکی کم بشه که بشه 13، پس این همون بتایی منفیه. پیو 242 94 تبدیل شده به اورانیوم 238 92، پایین پس باید عدد مثبت 2 باشه که باش جمع بشه 40 که با 92 جمع بشه 94 تا 238 باید به اضافه 4 بشه که بشه 242، پس این همون آلفای 4 و 2 هستش. تی 9944 تبدیل شده به تی 9944، پس این قطعا باید پایین 0 باشه بالا هم 0، این همون واپاشی گاما است. پس بتای منفی گاما و آلفا. امیدوارم که از حل این ویدیو لذت برده باشید و تونسته باشید استفاده کنید. کل وقتی که ما واسه حل این سوالا داشتیم به اندازه 42 دقیقه بود که وقت آزمون شما کلا به اندازه 120 دقیقه بود، یعنی خیلی وقت آزمون شما زیاده و به هیچ عنوان وقت کمی واسه شما در نظر گرفته نمیشه. موفق باشید.